برای هر چیز با ارزشی مانند گوشی، لپتاپ، خانه و ماشین تلاش می‌کنیم محافظی در برابر وقوع حوادث ناخوشایند داشته باشیم؟ آیا به خودمان هم همین اهمیت را می‌دهیم؟ اهل بیت علیهم السلام به ما توصیه کردند که برای حفظ روح و جسم خود سپری و محافظی تهیه کنیم که ما را در برابر وقوع اتفاقهای ناخوشایند حفظ کند و این محافظ چیزی نیست جز حرز امام جواد علیه السلام. علامه مجلسی و سید ابن طاووس در کتاب‌های خودشان ذکر کردند که از معروفترین و مشهورترین حرزها حرز آقا جواد الائمه علیه السلام است که اثرات عجیبی در زندگی شما میتواند داشته باشد، از جمله توسعه در رزق، حفظ و حراست از اتفاقهای بد و ناخوشایند، پیشگیری از بلاهای طبیعی، بیماری‌ها و حس خوب آرامش را برای شما به ارمغان می آورند.